ای که در اجرای کارخانگی دروستان غفلت نکنین. هیچ وقت کار امروز برای فردا نمانین. همیشه موفق خود بدین. با می پیام با امید موفقیتتان شروع میکنیم. بخیر به درس 16 که عبارت از تناسب است. ساعت قبلی ما راجع به نسبت حسابی، نسبت هندسی، وسط حسابی و تقسیم به نسبت صحبت کردیم. امروز نوبت میرسه بخیر بالای تناسب. میخوایم که تناسب تشریح بکنیم که تناسب چی است. مساوی بودن دو نسبت به نام تناسب یاد میکنه. مساوی بودن دو نسبت به نام تناسب یاد میکنن. و میتونیم بگوییم که اگر دو مقدار که باعث نسبت ها مطرح میشه از نظر مقداری با هم مساوی باشه، یک تناسب خلق میکنه. مثلا زمانی که میگیم 3/5 مساوی است به 6/10، یقینا با دو اختصار 3 2 6 5 2 یا 3/5 است یا 3/5. اینمی 3/5 مساوی به 6/10 یک تناسب بیان میکنه. توجه بکنیم به صورت عموم اگر ما خواسته باشیم جهت تعیین خواص تناسب اگر یک رابطه برش نوشته کنیم، عوض 3 و 5 و 6 و 10 اعداد مختلف بیاید، به صورت کل اگر A بر B بگویم مساوی به C بر D، به صورت عموم میتونیم یک تناسب بگوییم به شرطی که رابطه مساوات بینشان برقرار باشه. حالا به خاطرتان باشه که عدد A و D را به نام طرفین تناسب و عدد B و C را به نام وسطین تناسب یاد میکنن. مثلا دمی تناسب 3 و 10 را به نام طرفین تناسب و 5 و 6 به نام وسطین تناسب یاد میکنن. دوستای گل، خواصی که تناسب داره به ترتیب براتان تشریح میکنم. خواص تناسب در قدم اول خواص تناسب بیان میکنیم. چندین خواص مشخص داره. اول اگر یک تناسب هم معکوس کنیم باز هم یک تناسب است. یعنی به این معنی که 3/5 مساوی به 6/10 است. اگر معکوس کنیم باز هم تناسب است. 5/3 مساوی است به 10/6. باز هم اگر با دو اختصار کنیم 5 2 10 3 2 6 یا 5/3 یا 5/3 با هم مساوی هستند. به صورت عموم میتونیم تعریف بکنیم که A بر B مساوی به C بر D است. اگر نوشته کنیم B بر A مساوی به D بر C هم یک تناسب بر ما نشان میتن. خاصیت دومی که در یک تناسب میتونم براتون بگویم است که این خاصیت بسیار خوبش است. حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین در تناسب است. یعنی به این معنی که A بر B مساوی به C بر D است. با در نظر داشت از امی A و D به نام طرفین است. حاصل ضرب A ضرب D مساوی است به حاصل ضرب وسطین B ضرب C. مثلا دوی مثال خود دقت کنید. 3/5 مساوی به 6/10. 3 ضرب 10 مساوی است به 5 ضرب 6 و این طرفین تناسب این وسطین تناسب حاصل ضربشون به هم مساوی میشه. 3 10 سی مساوی به 5 6 سی. پس بنان این خاصیت اساسی ترین خاصیت است که حاصل ضرب طرفین مساوی به حاصل ضرب وسطین در یک تناسب گفته میشه. این دو خاصیت، لطفا این دو خاصیت را یادداشت کنین. ما خاصیت سوم، پنجم، چهارم، پنجم و غیره را براتون بیان خواهد کردم. لطفا یک بگیرین. دوستای گل میریم بالای خاصیت سومی که در یک تناسب دیده میتونیم قرار ذیل است. اگر جای طرفین یا جای وسطین در تناسب تبدیل کنیم بازم در تناسب کدام تغییر رونما نمیشه. جای طرفین یا جای وسطین. اینی دو تا طرفین تناسب است. ای را در جای دی، دی را در جای ای بیاریم. دی بر بی مساوی است به سی بر ای. بازم کدام گپی نیست. یا اگر جای وسطین تبدیل کنیم بی و سی را جایش تبدیل کنیم ای بر سی مساوی است به بی بر دی.
بازم تناسب با حالت خودش است. مثلا در این مثال تان دقت کنید، جای طرفین 3 و 10 تبدیل کنیم. 10 بر 5 مساوی است با 5 در جای 3 در جای 10 آمد و 10 در جای 3 میره. 6 بر 3 دقت کنیم میشه 3 در 30 5 6 30 یا بگیم 1 5 5 2 5 در 1 3 3 2 3 6 نتیجه مساوی است. یا ای که جای دو تا تبدیل شود، جای وسطین تناسب تبدیل شود. 3 بر 6 مساوی است با 5 در جای 6 6 در جای 5 آمد میشه 5 بر 10. باز هم تناسب است. در تناسب کدام تغییر وارد نمیشه. این خاصیت سوم یا خواص سوم تناسب است. خواص چهارم، اگر در یک تناسب خواسته باشیم که صورت و مخرج یک تناسب به یک عدد خلاف صفر ضرب کنیم، در تناسب کدام تغییر رونما نمیشن. یعنی به این معنی که اگر داشته باشیم A بر B مساوی به C بر D و به صورت و مخرج زی یک عدد خلاف صفر مانند یک عدد مانند n که صفر نباشه خلاف صفر باشه، هم به صورت ها ضرب کنیم. A ضرب n تقسیم بر B مساوی به C ضرب n تقسیم بر D، یا به مخرج ها ضرب کنیم. A بر B ضرب n مساوی به C بر D ضرب n. در تناسب کدام تغییر رونما نمیشه. مثلا دقت کنید در این مثال ما 3 بر 5 مساوی است با 6 بر 10. به صورت های ازی فرضاً یک عدد مانند دوره، دو خلاف صفر است، صفر نیست. به صورتش ضرب کنید. 3 ضرب 2 تقسیم بر 5 مساوی است با 6 ضرب 2 تقسیم بر 10. 3 دو 6 بر 5 مساوی است با 2 6 12 بر 10. در تناسب تغییر نامده. 6 ضرب 10 طرفین، اصل ضرب طرفین 6 ضرب 10 مساوی با اصل ضرب وسطین است 5 ضرب 12. 6 ضرب 10 60 و 5 ضرب 12 بازم 60. در تناسب تغییر نامده. اگر در صورت نه در مخرج ضرب کنیم باز هم کدام مشکل نیست. 3 بر 5 ضرب 2 مساوی است با 6 بر 10 ضرب 2. 3 بر 5 10 مساوی است با 6 بر 2 10 20. اصل ضرب طرفین 3 ضرب 20 مساوی است با 10 ضرب 6. 3 20 60 10 6 تام 60. یعنی در تناسب کدام تغییر وارد نمیشه. بازم تکرار میکنیم. اگر به صورت های یک تناسب یک عدد خلاف صفری را ضرب کنیم، A بر B مساوی به C بر D به صورت n ضرب به صورت n ضرب، تناسب تغییر نمیکنه، تناسب از بین نمیره. در مخرج ها اگر ضرب کنیم هم ترتیب، یعنی A بر B مساوی به C بر D در مخرج n ضرب در مخرج n ضرب، تفاوت به وجود آمد. مثلا در اینجا دقت کنید، اگر مانده دوره به صورت ها ضرب کردم، به صورت ضرب کردم، نتیجه 6 بر 5 مساوی به 12 بر 10. خاصیت اساسی تناسب اصل ضرب طرفین مساوی با اصل ضرب وسطین است. 5 12 60 است و 6 10 60 است. اگر در مخرج ها ضرب کنیم بازم 3 بر 5 مساوی به 6 بر 10. در تناسب کدام تغییر وارد نشد، تناسب موجود است. 3 بر 2 5 10 6 بر 2 10 20. اصل ضرب طرفین 3 20 60 و 10 ضرب 6 نتیجه مساوی به 60. در تناسب تغییر نمیآید. این خاصیت چهارم تناسب است. به خاطرتان بسپارین، این را یادداشت بکنین. من خاصیت پنجم در تناسب براتان توضیح کنم. خود دوستای گل میریم بالای خاصیت پنجم در تناسب. هرگاه در یک تناسب مخرج ها را با صورت جمع و یا از صورت تفریق بکنیم باز هم تناسب است. مخرج ها را با صورت جمع یا تفریق بکنیم باز هم تناسب است. در تناسب ما کدام تغییر رونما نمیشه. یعنی به این معنی که A بر B مساوی به C بر D است. در خاصیت پنجم اگر مخرج ها را به صورت جمع کنیم A جمع B بر B مساوی به C جمع D بر D. اگر جمع کنیم یا تفریق کنیم
تناسب موجود است، تناسب از بین نمیره. مثلا 3/5 نظر به خاصیت اول تناسب اگر معکوس کنیم 5/3 نمیشه. مساوی به این طرف معکوس کنیم 10/6. در این تناسب کدام تغییر وارد شده؟ 5 6 30 3 10 30 اصل ضرب طرفین مساوی به اصل ضرب وسطین است. حالا اگر مخرج به صورت جمع کنیم 5 جمع 3 بر 3 مساوی به 10 جمع 6 بر 6. لطفا دقت کنید نتیجه تغییر نکرده، تناسب موجود است. 5 و 3 8 بر 3 مساوی به 10 جمع 6 16 16 بر 6. حال طرفین مستعین کنید 8 6 48 48 3 16 3 6 18 اصلا بر 1 3 1 3 و 1 4. در تناسب کدام تغییر رونما نشد. مخرج کد صورت جمع، مخرج کد صورت جمع. اگر تفریق کنیم عین گپ تفریق میکنیم 5 منفی 3 منفی 3 بر 3 مساوی به این طرف تناسب 10 منفی 6 بر 6. در این صورت در نتیجه میبینیم که از 5 که 3 کم شد 2 2 بر 3 مساوی به از 10 6 کم شد 4 4 بر 6. باز طرفین مستعین کنین اصل ضرب طرفین 2 ضرب 6 12 مساوی است به 3 ضرب 4 12. این یکی از خواص دیگه تناسب است. یعنی چی؟ اگر مخرج به صورت جمع یا تفریق کنیم تناسب موجود است. مخرج بی جمع یا تفریق صورت، مخرج دی جمع یا تفریق صورت. در تناسب کدام تغییر رونما نمیشه. این خاصیت پنجم تناسب است. لطفاً با حافظه‌تان داشته باشید. این را یادداشت کنین. من خاصیت ششم براتون بگویم. خاصیت ششم میگم اگر صورت با مخرج جمع کنیم و یا صورت ها را از مخرج تفریق بکنیم بازم تناسب است. در تناسب کدام تغییر نمی. همون ترتیبی که مخرج از صورت تفریق کردیم در صورت قرار دادیم یا جمع کردیم در تناسب تغییر نامد. حالا اگر صورت کت مخرج جمع کنیم یا تفریق کنیم باز هم تناسب خواهد بود. در تناسب ما کدام تغییر رونما نمیشه. یعنی A بر B مساوی به C بر D است. طوری که حالا اگر مخرج صورت در نظر خودش بگیریم A B جمع A و C جمع بر D جمع C. یعنی به این معنی که صورت کت مخرج جمع کردیم در مخرج، صورت کت مخرج جمع کردیم در مخرج، یا جمع یا تفریق. در تناسب ما کدام تغییر نمیاد. بیاین در این مثال خود در نظر بگیریم. 3 بر 5 جمع صورت 3 در مخرج قرار دادیم. 6 بر 10 جمع 6. مخرج صورت با مخرج جمع، صورت با مخرج جمع. تناسب جدیدی که به دست میآید 3 بر 5 جمع 3 8 مساوی به 6 بر 10 جمع 6 16. بازم طرفین مستعین کنید 6 8 48 مساوی است به 3 ضرب 16 3 18 اصل 1 3 1 3 1 4. اگر جمع تفریق کنیم باز هم تناسب است. 3 بر چی رو تفریق کنیم؟ صورت از مخرج، صورت 3 تفریق میکنیم به همین ترتیب 6 بر 10 صورت تفریق میکنیم منفی 6. در نتیجه میافیم که 3 بر از 5 که 3 کم شد 2 مساوی است به 6 بر از 10 که 6 کم شد 4. در نتیجه طرفین وستین کنیم ببینیم چی گپ شده. حاصل ضرب طرفین 3 ضرب 4 12 مساوی است به 2 ضرب 6 12. در تناسب تغییر نامد. این خاصیت ششم در تناسب است. اگر صورت را امرای مخرج جمع کنیم یا تفریق کنیم و در مخرج قرار بدیم، در مخرج در تناسب تغییر وارد نمیشه، تناسب برهم نمیخوره، تناسب موجود است. این خاصیت ششم تناسب نامیده میشه. انشالله این خاصیت هم درک کردین. لطفا اینم یک یادداشت کنین که من برم خاصیت هفتم براتون بگویم.
خاصیت هفتم، شاگردای عزیز، خاصیت هفتم براتون توضیح میکنم. اگر در یک تناسب مخرج به صورت جمع و در مخرج صورت از مخرج تفریق کنیم، باز هم تناسب موجود است. A بر B مساوی به C بر D است. حالا اگر طوری کنیم که در صورت مخرج جمع بکنیم، در مخرج از صورت مخرج تفریق بکنیم، عین ترتیب اینجا در صورت مخرج جمع بکنیم و در مخرج صورت از مخرج تفریق کنیم، باز هم تناسب خود بود. لطفاً به این مثال که دقت کنیم. در صورت 3 جمع 5، در مخرج 3. برای که رابطه تفریق نبیه، معکوس رابطه را در نظر میگیرم، معکوسی تناسب در نظر میگیرم، بازم تناسب 3 بر 5، 5 بر 3 مساوی است به 6 بر 10، 10 بر 6. حالا اگر مخرج که صورت جمع کنیم، 3 5 جمع 3 تقسیم بر، در مخرج از صورت مخرج تفریق کنیم، در اینجا عین ترتیب که صورت مخرج جمع کنیم و در مخرج صورت از مخرج تفریق کنیم. 5 جمع 3 8، از 5 که 3 کم شد 2 مساوی است به 10 جمع 6 16، از 10 که 6 کم شد 4، 8 4 32، 2 16 32. در تناسب کدام تغییر نمی آید، طوری که اگر مخرج را با صورت جمع در صورت قرار بدیم و در مخرج صورت را از مخرج تفریق، صورت را با مخرج جمع در صورت، صورت را از مخرج تفریق در مخرج قرار بدیم، باز هم تناسب است. این خاصیت هفتم است. اینه در این مثال میبینیم. و بالاخره خاصیت هشتم، خاصیت هشتم ای که اگر چندین نسبت با هم مساوی داشته باشیم، A بر B مساوی به C بر D مساوی به E بر F و مساوی به چندین نسبت های دیگه با هم مساوی شود و نتیجهش یک عدد مانند n شود. در این صورت حاصل جمع صورت ها و مخرج ها نیز مساوی به n است. A جمع C جمع E جمع هر قیدگام که باشه و حالت مساوات موجود باشه تقسیم بر B جمع D جمع F جمع نقطه نقطه، بازم نتیجه مساوی به n میشه. لطفاً به این مثال دقت کنین. 3 بر 5 مساوی است به 6 بر 10. یک نسبت مساوی دوگان بسازیم. با 3 ضرب کنیم، 3 3 9، 3 5 15. دوگان میتونم با دست بیارم. نتیجه از این چند میشه؟ 3 تقسیم 5 0.6. یا تقسیم کنم، یاد گرفتین دگاله. 3 تقسیم 5 0.6. حال صورت ها را به هم جمع کنین. 3 جمع 6 جمع 9 بر 5 جمع 10 جمع 15. در این صورت نتیجه مساوی است به 3 و 6 9، 9 9 18 تقسیم بر 5 و 10 15، 15 و 15 30 و اختصار است به چند؟ به 6. 3 6 18 5 6 30. بازم نتیجه 3 بر 5 و 3 را تقسیم 5 کنین 0.6 میشه. اگر چندین نسبت به هم مساوی باشه نتیجهش مساوی به عدد مانده n شود. حاصل جمع صورت ها، حاصل جمع مخرج ها در مخرج قرار بگیره، بازم مساوی به n است. چندین نسبت به هم مساوی است، نتیجه هر کدامش 3 را تقسیم 5 کنین، 6 را تقسیم 10 کنین، 9 را تقسیم 15 کنین 0.6 میشه. خیلی حاصل جمع صورت ها 3 جمع 6 جمع 9 بر 5 جمع 10 جمع 15 بازم نتیجهش مساوی به 0.6 میشه. این خاصیت آخر در یک تناسب است. لطفاً با دقت امی خواص تناسب یاد داشته باشین. در جریان حل معادلات ما از خواص تناسب، حتی در هندسه ما از خواص تناسب استفاده میکنیم. این خاصیت ها را جدا در نظر داشته باشین. لطفاً یادداشت بکنین جانم. خب شاگردای عزیز، امروز راجع به تناسب صحبت کردیم، خواص تناسب براتون بیان کردیم. امیدوار هستم که این را یک بار در خانه تکرار بکنین، یک چند مثال پرتین، امی خواص تناسب بالاش تطبیق بکنین. درس امروز ما به همینجا ختم است. تا روز آینده شما را به خدای بزرگ و مهربان سپردیم. روز خوش داشته باشین عزیزان.